انسان در دنیا باید منصف باشه، پا رو حق نگذاره. کی نگهداری کرده عقاید این مردم را تا امروز که معتقدند به وجود مبارک امام معصوم مفترض الطاعی که اصلاح دنیا با اوست؟ کی مردم را نگه داشته بر این عقیده؟ غیر از اینها بوده، غیر از این سلسله بوده. حالا علی اختلاف مراتبه، یکی بیشتر زحمت کشیده، امثال آقای حلبی مثلا دو ترمودی، یکی کمتر موفق شده برای فقدان وسائل، یا مثلا اطلاعاتش کمتر بوده است، اینها کمتر زحمت شده است. این معلول و تقصیر و قصوری در کسی نبوده است. حضرت آیت الله، با توجه به عنایتی که شما نسبت به جناب آقای حلبی دارید، آقای حلبی دارید، اجازه بدید من خدمتتون عرض کنم که انجمنی رو که ایشون تأسیس فرمودن در سراسر کشور شعباتی داره. جوانانی دختر و پسر از دوران دبیرستان و دانشگاه و دوره‌های مختلف در این کلاس ها اصول اعتقادات اسلامی رو می‌آموزند و در مباحث دیگر اسلامی قول رو بررسی می‌کنن، مخصوصا در زمینه ولایت حضرت مهدی صلوات الله علیه. من از محضرتون میخوام که چه توصیه‌ای برای این بچه‌هایی که جوانانی که در این کلاس‌ها شرکت می‌کنن دارید؟ توصیه‌ای که بتواند راهگشای راهشان باشد. همین عرض کردم بر این که اولا کاملا فرض بر این که مطیع باشن نسبت به بیانات آقای حلبی. این مرد دلسوز است به اسلام و دلسوز به مذهب آقا. در بیانات ایشون را درباره حضرت مهدی عجل الله فرجه اینها را سرمشق خودشون قرار بدن، توجه تام داشته باشن به اهل بیت رسالت، و یکیشم فرض بر این که فرمانبرداری از علمای اعلام، این فقها و اینها به اعتراف خودشون نواب عام حضرت ولی عصر هستند، باید به اینها توجه داشته باشن، اطاعت داشته باشن و به کتبی را که قوه دفاعی ندارن از خودشون که شبهات را رفع کنن، به اون کتاب ها مراجعه نکنن، کتاب را به اهلشون بدن. یه شبهه‌ای هم اگر به گوششون میخوره یا در یک کتابی میبینن، به اهلش مراجعه کنن، به یه عالم ربانی متوجه شیعه خالص در تشیع بگن آقا این شبهه رو در فلان کتاب دیدم یا از فلان کس شنیدم، من قوه دفاع این شبهه ندارم، از شما میخوام که این شبهه از من دفع کن. و به فضل الهی بنده تشکر میکنم به سهم خودم که خداوند یک مردی را در این عصر برانگیخته است از خاندان علم و عمل، دو فرمودید حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای حلبی که از افتخارات ما هستن، و واقعا این پیرمرد با این سن و سال خوردگی، با این کسالت‌های مزاج و علت، فانی در محبت اهل بیت عصمت و طهارت هستن و خدمات شایانی کردن که حقیر عاجزم از ادای شکر این خدمات ایشون و جزای ایشون، اجر ایشون با خود صاحب کار حضرت ولی عصر است که باید به ایشون اجر جمیل و اجر جزیل مرحمت بفرمایید ان شاء الله. امیدوارم.